سلام، توی این ویدیو بهتون آموزش میدم یک صفحه لاگین یا ثبت نام برای ویتری بسازید که کاربراتون قبل از استفاده کردن از سرورهای شما باید توی نرم افزار لاگین یا ثبت نام کنن. دوستان گلم پیشنهاد میکنم قبل از دیدن این ویدیو آموزش تغییر سورس کد ویتری همچنین اجرای سورس کد ویتری رو از کانال ببینید تا این ویدیو رو بهتر درک کنید. بدون اینکه زمان تلف بشه بریم با هم ویدیو رو داشته باشیم. دوستان گلم اولین کاری که باید انجام بدیم باز کردن سورس کد ویتری توی اندروید استودیو هست. برای همین من اندروید استودیو رو باز میکنم تا بتونم سورس کد ویتری رو باز کنم. بعد از اینکه سورس کد ویتری توی اندروید استودیو باز شد، ما باید اون صفحه ثبت نام یا اکتیویتی ثبت نام رو به پروژه اضافه کنیم. برای اضافه کردن این اکتیویتی ما باید بیایم توی این پوشه اپ، پوشه کاتلین و جاوا رو باز میکنم، فایل شماره 2 رو باز میکنم و از این قسمت پوشه یو آی رو باز میکنم. تمام اکتیویتی ها، تمام صفحات پروژه ما توی این پوشه هستن. روی این پوشه راست کلیک میکنم، گزینه نیو رو میزنم و از این قسمت اکتیویتی رو انتخاب میکنم و از قسمت اکتیویتی هم empty views اکتیویتی رو انتخاب میکنم تا یک صفحه خالی بتونم به همین پوشه اضافه کنم. زمانی که این دیالوگ باز میشه در بالاترین قسمت اکتیویتی نیم ما باید نام صفحه رو وارد کنیم که من لاگین اکتیویتی رو وارد میکنم که صفحه ثبت نام من هستش. بعد از اینکه وارد کردم حتما باید تیک این جنریت لی‌آوت فایل فعال باشه چون یک فایل لی‌آوت هم نیاز داریم که خودش باید اضافه کنه. از این قسمت پایین شما باید تیک لانچر اکتیویتی رو بزنید. چرا؟ چون زمانی که این تیک رو بزنید برنامه زمانی که اجرا میشه اولین اکتیویتی یا اولین صفحه که قراره باز بشه میشه این صفحه و شما باید این تیک رو بزنید تا نیاز نباشه بریم توی اندروید منیفست و اون صفحه مورد نیاز رو تعریف کنیم. به چیز دیگه دست نزنید، با پکیج نیم اصلا کاری نداشته باشید. اگر زبانی که میخواید کار کنید کاتلین باشه از این قسمت میتونید زبان کاتلین رو انتخاب کنید که من میخوام همون جاوا باشه. به صورت پیش‌فرض روی فینیش کلیک میکنم تا اکتیویتی برای من اضافه بشه. خب دوستان گلم اکتیویتی اضافه شد. اگر به این بالا دقت کنید یک فایل جاوایی داریم، همچنین یک فایل XML داریم که این فایل XML فایل طراحی ما هست و این فایل جاوا فایل منطق یا کد ما هست. میرم توی فایل XML تا بتونم اون صفحه ثبت نام خودم رو طراحی کنم. از این قسمت کد رو باز میکنم. دوستان گلم ما دو تا ادیت تکست نیاز داریم، یه دونه هم دکمه که زمانی که روی دکمه کلیک شد بریم صفحه اصلی ویتری. اگر شما خواستید میتونید اون ادیت تکست ها رو به دیتابیس وصل کنید تا کاربراتون توی دیتابیستون ثبت نام کنند. خب با هم بریم طراحی کنیم. من دو تا ادیت تکست رو اضافه میکنم. چون ویدیو گروپ ما کانسترینت لی‌آوت هست ما باید این رو وصل کنیم به این کنارها. خب این ادیت تکست اولمون بود. من یک ادیت تکست دیگه هم اضافه میکنم. بهش میگم بیاد زیر اون ادیت تکست بالایی قرار بگیره. اینا رو میکشم بیارم بالاتر. خب اینپوت تایپ هر دوشون رو میکنم تکست و یک هینت هم برای هر دوشون در نظر میگیرم. برای مثال نیم، برای این پایینی هم هینت پسورد رو مینویسم. میام پایین تر و دکمه خودم رو شروع میکنم به طراحی کردن. البته بهتر است به این ادیت تکست ها یک مارجین بدیم تا از گوشه ها فاصله بگیرن. خب دوستان گلم بریم دکمه رو هم بسازیم. میارم میگم بیاد زیر این ادیت تکست قرار بگیره و همچنین از این گوشه ها هم میچسبه تا توی وسط قرار بگیره. یکم میارم پایین تر و بزرگترش میکنم.
خب یک تکست هم به دکمه میدیم با نام لاگین و یک آیدی هم برای دکمه در نظر میگیریم تا بتونیم توی کد نویسی برای دکمه کد بنویسیم. آیدیشو می نویسم کلیک می. کارمون با ظاهر برنامه یا ظاهر اون صفحه تموم شد. حالا میریم توی کد نویسی و یک کدی بنویسیم. زمانی که روی این دکمه کلیک شد مستقیما وارد صفحه ویتوری بشیم. از قسمت لاگین اکتیویتی من اول خیلی آسون با استفاده از فایند ویو بای آیدی اون دکمه رو پیدا میکنم. دوستان گلم اگر ویدیو رو دوست داشتید حتما کانال رو سابسکرایب کنید، یه لایک هم به ویدیو بزنید تا ادامه ویدیو رو با هم داشته باشیم. یک باتن تعریف میکنم با نام btn1 و روی باتن کلید آلت و همچنین اینتر رو میزنم تا اون کلاسش این بالا قسمت ایمپورت ها ایمپورت بشه. ما باید یک آن کلیک لیسنر برای باتن درست کنیم که زمانی که روی اون کلیک شد یک کاری رو برای ما انجام بده. btn1 رو می نویسم و متد set آن کلیک لیسنر رو صدا می زنم. بعد در اون این یک آن کلیک لیسنر جدید می سازم. خودش متد آن کلیک رو اوورراید میکنه و ما باید اینجا یک اینتنت بسازیم که عمل رفتن به اون اکتیویتی ویتوری رو برای ما انجام بده. یک اینتنت میذارم، یک اس بهش میدم، ازش یک شی ایجاد میکنم. از لاگین اکتیویتی دات دیس از این قسمت شروع کن، از این اکتیویتی شروع کن، برو به اون مین اکتیویتی خودمون، مین اکتیویتی دات کلاس که ما رو از همین صفحه لاگین میبره اون صفحه اصلی نرم افزار ویتوری. بعد باید متد استارت اکتیویتی رو صدا بزنیم و این اینتنتی که از کلاس اینتنت ساختیم براش به عنوان ورودی در نظر بگیریم. حالا یک بار برنامه رو اجرا میکنم تا با هم ببینیم درست کار میکنه یا خیر. برنامه ویتوری اجرا شد و اولین باری که وارد ویتوری میشیم با همچین صفحه‌ای روبرو میشیم که دو تا ادیت تکست که ما ساخته بودیم همینجا میاد، اما زمانی که روی این دکمه من کلیک میکنم وارد صفحه اصلی ویتوری میشم که همون صفحه‌ای هست که ما ساختیم و به عنوان صفحه اول برای ویتوری در نظر گرفتیم.